توی ویدیوهای قبل من از خونه الیکسشات سرقت کردم و از داخل خونش کلی پول و طلا، ماشینش و حتی لوح یوتیوبش رو دزدیدم. چند روز بعد از این قضیه هم ماشین سوپر اسپورت و گرون قیمت الیکسشات از داخل خونش دزدیده شده بود که البته کار من نبود. و برای اینکه علی جایزه خیلی زیادی برای کسی که بتونه ماشینشو پیدا کنه در نظر گرفته بود، منم ترغیب شدم و ماشینشو پیدا کردم و بهش تحویل دادم. حالا همه اینا به کنار، اتفاقی که امروز داخل جی تی ای برام افتاد این بود که توسط الیکسشات گروگان گرفته شدم و یه سری داستانا برام پیش اومد که حتما خودتون باید ببینید. پس بدون معطلی بزنید بریم برای تماشای این ویدیوی خفن و باحال. چند وقت بود من ماشین رو تمیز نکرده بودم، چقدر ماشین کثیف شده. باید امروز حسابی برقش بندازم. به به چقدر تمیز شد، خدا وکیل آدم کیف میکنه نگاش کنه. یکی که اومد. خب زیادم نمیخواد تمیزش کنی چون امروز روز آخر زندگیته. بچه‌ها بیان زود تله‌شو بردارید بذارید تو ماشین. زود باشید ببینم. آخ سرم. آقا چه اتفاقی بر من افتاده؟ شما دارید من کجا میبرید؟ ها به هوش اومدی؟ یکم صبر کنی همه چیز مشخص میشه. یعنی چی صبر کن همه چی مشخص میشه؟ میگم داری من کجا میبری؟ اینجوری با حرف نزن. یعنی تو نمیدونی به خاطر چی داری میبریمت؟ نه واقعا که. یعنی چی به خاطر چی منو دارید میبرید؟ مگه من چه کاری انجام دادم؟ خیلی داری حرف میزنی و اگه زیاد حرف بزنی مجبورم دهنتو ببندم. پس ساکت بمون تا برسیم. خب این لوکیشن و این خونه چیزی رو یادت نمیاره؟ این خونه نه چطور مگه؟ خیلی خوب نقشتو بازی میکنی ولی خب باید بدونی که ما همه چیز رو در مورد تو و سرقت از خونه الیکسشات فهمیدیم. نه منو اشتباه گرفتید، من این کارو نکردم. فکر کردی خیلی زرنگی که اومدی از خونه الیکسشات سرقت کردی، ولی خب باید اینو بدونی که همه جای خونه علی دوربین مداربسته کارگذاشته شده و چهره تو رو شناسایی کردیم. آقا تو رو خدا منو ولم کنید برم، منو اشتباه گرفتید با یه نفر دیگه. هیچ اشتباهی صورت نگرفته. تو فرانکلین کلینتون هستی و از خونه الیکسشات سرقت کردی. آقا راستش من یه اشتباهی کردم دیگه، بی خیال بشید دیگه. ماشین الیکسشات هم که برگردوندم دیگه، به خاطر همین بی خیالم بشید دیگه. کجا میخوای بری؟ حالا باید کار داریم. بچه‌ها بیاردش بالا. خب فرانکلین کلینتون فکر کردی به همین راحتی میای خونه الیکسشات رو سرقت میکنی و همه پولاشو برمیداری؟ آره یا جای پولا رو بهم میگی یا همین الان میکشمت. تو رو خدا منو نکشید، من هیچ پولی ندارم، همه پولا رو من خرج کردم دیگه، هیچ پولی الان ندارم. اون همه پولو خرج کردی؟ آره این دروغا رو به یه نفری بگو که باورش بشه. آقا تو رو خدا بی خیال بشید دیگه، هر کاری بگید انجام میدم، فقط تو رو خدا منو نکشید. بچه‌ها رئیسه حواستون بهش باشه تا من بیام. احمقا چیکار کردی؟ دستیوش دارید یا نه؟ آره رئیس گرفتیمش ولی داره التماس میکنه که منو نکشید و اینکه هر کاری بگید انجام میدم. میخواد نکشیمش؟ گوشی رو بذار رو اسپیکر ببینم. چشم رئیس. هی گوش کن ببین رئیس چی میخواد بهت بگه. ببین پسر جون، به خاطر اینکه فونمو سرقت کردی و پولامو دزدیدی میخواستن امروز بکشمت، ولی خب اگه سه کاری که بهت میگم و درست انجام بدی میذارم زنده نمونی. اولیش اینه که ماشینی که ازم دزدیدی رو باید بری نمایشگاه سیبین رو سرقت کنی و برام برگردونی. دومیش اینه که باید بری خونه موکل هرچی پول و طلا داره برام بروزی و بیاری. سومیش هم اینه که باید تو محله بالاسا یه گوشمالی بهشون بدی که مزاحم من آدما میگراشن. خوب شنیده بذار جو یا نه؟ آره شنیدم، هر کاری بگید انجام میدم، هم ماشین رو برمیگردونم هم پولا رو برمیگردونم هم هر کاری دیگه بگید انجام میدم، فقط تو رو خدا منو نکشید. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من احسان هستم و اینجا چنل احسان باکسره. بچه‌ها همونطور که ما دیدید امروز اتفاق خیلی بدی برام افتاد و اینکه الیکسشات متوجه شد که از خونه‌اش سرقت کردیم، ولی خب به خاطر اینکه ماشینش رو نجات دادم و یه سری کار براش انجام دادم دیگه نکشتم و به جاش بهم گفت که 3 تا کار براش انجام بدم تا در ازای اونا دیگه بی خیال من بشه و کار به کارم نداشته باشه. اولیش اینه که باید بریم سراغ بالاستا و یه گوشمالی ریزی بهشون بدیم که دیگه مزاحم علی نشن. دومیش هم اینه که باید بریم سراغ سیمون ماشین الیکسشات رو ازش پس بگیریم یا یه جوری ازش بدزدیم و سومیش اینه که باید بریم سراغ خونه مایکل و کلی پول و طلا از خونش بدزدیم که حساب اون پولایی که از خونه علی رو دزدیدیم صاف بکنیم. خب رسیدیم بچه‌ها به محله بالاستا، بریم پایین ببینیم که چه خبره. بچه‌ها من اول با زبان خوش باشون صحبت میکنم، ولی از اونجا که بالاستا خیلی کله خر هستن و حرف آدمیزاد تو گوششون نمیره، اگه گوش نکردم مجبورم به زور متوسل بشم دیگه. بزنید بریم.
آی تو کاری داشتی اینجا تو محله بالاستا؟ ای بالاست لعنتی، بهت این اختیار میدم که دیگه مزاحم الیکس شات و آدماش نشی. بیا پایین ببینیم بابا، برو کنار بذار باهات بیا. مثل اینکه دلت کتک میخواد، پس بگی که اومد بالاست آشکار لعنتی. خب سریع دست به اسلحه میشم، ولی خب حاجیتون مثل مگس الان میکشدشون و یکی یکی از رو زمین کمشون میکنیم. بمیرید لعنتیا، همتون خوراک یه چک من هستین خدا وکیلی. خب بچه‌ها بریم یه جا کاور کنیم که نزنندمون خیلی بدجا وایسادیم. الان از همه طرف تو تیررس هستیم و از همه طرف دارن به اون تیراندازی میکنن. حاجی بزنم پشت این سطح آشغال، اینجا جای خوبیه. خب یه نفر اینجا هست، برو اون دنیا. یه نفرم اینجا هست، یه نفرم اینجا هست. اینا رو زدیم. حاجی چرا نقشه زیاد میشن؟ هرچی میکشی بازم هستن، مثل خونه مورچه است. هرچی میزنی بازم میان بیرون. بذار اینا رو هم بزنم. حاجی این که مرده چطوری داره تیراندازی میکنه؟ خب بازم 3 تا نقشه موندن. این 3 تا رو الان میزنم میفرستم اون دنیا پیش بقیه بالاستا برن. خب بچه‌ها کار جمعه دیگه. بچه‌ها کار اول خوب انجام دادیم و اینکه بالاستا رو زدیم، همه رو کشتیم. کار دومی که ماشین قبلی که از الیکس شات دزدیدیم و بهش برگردونیم و اینکه الان اون ماشین توی مغازه سیمیونه و من ماشین رو گذاشتم این عقب که منو نبینه. بچه‌ها باید خیلی مواظب باشیم، اگه منو سیمیون ببینه دیگه کار لو میره و همه چیز خراب میشه و دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم. بچه‌ها ماشین الیکس شاتو که از خونش دزدیدم داخل نمایشگاه الان. پس بریم داخل بچه‌ها. باید خیلی آروم باشیم که کسی متوجه نشه. بذار من این گوشه برم که ببینم سیمیون کجاست. بچه‌ها سیمیون این گوشه است، داخل دفترشه، داره سیگار میکشه و نباید منو ببینه به هیچ وجه. خب حالا باید خیلی سریع بریم اون طرف، ولی باید خیلی سریع باشیم که ما رو نبینه. الانم حواسش اصلا به ما نیست، داره سیگار میکشه برای خودشو، اون سمت رو نگاه میکنه. بدو فرانکین که خیلی قشنگ دویدی آجی. خب خوب شد متوجه ما نشده هنوز. خب الان باید خیلی سوسکی برم سمت ماشین رو بردارم و خیلی آروم برم سمت ماشین رو بردارم و بریم دیگه آجی. فقط خدا کنه درش باز باشه یا اینکه سوئیچ داشته باشه وگرنه کار به مشکل میخوره. بذار ببینم بازم. خدا رو شکر بچه‌ها بازه. خب خیلی راحت روشنش کردیم و هنوز سیمیون متوجه نشده پشمام. بزن بریم که کار جمعه دیگه. برو بریم آجی، برو بریم که کار جمع. اوه بچه‌ها یه ذره بدید. نه خدا رو شکر چیزی نشد. بزن بریم بچه‌ها. چه ماشین خفنی هم هست بچه‌ها. اگه اون قسمت سرقت از خونه الیکس شات دیده باشید، من این ماشین از داخل خونش دزدیدم، ولی خب الان باید بهش برگردونیم تا اینکه دست از سرمون برداره دیگه. بزنید بریم. خب بچه‌ها نزدیک خونه مایکل شدیم. من دیگه نرفتم اون ماشین تحویلش بدم به خاطر اینکه پولا رو از داخل خونه مایکل بدزدیم و یه دفعه هم پولا و ماشین رو ببریم به الیکس شات تحویل بدیم. بچه‌ها من ماشین رو همینجا میذارم که خیلی به حساب متوجه نشه مایکل، چون خونهش دوربین داره و خیلی نمیشه بیاریم داخل. خب بریم بالای سر خونه ببینیم چطوریه حاجی. کسی تو حیاط نباشه چون اکثرا باغبونش هست. باید خیلی حواسم جمع کنم. ماشین مایکل هم اونجاست بچه‌ها، پارک کرده اون ماشین قرمزه. پس متوجه میشیم که مایکل هم خونه است. باید خیلی مراقب باشیم که اگه ما رو ببینن همه چیز لو میره. بریم حالت تدافعی و بریم جلو ببینیم چطوریه. از در اصلی اول میریم، آروم داخل خونه میشیم تا بریم طبقه بالا ببینیم که پولا رو کجا گذاشته دیگه. بریم داخل بچه‌ها. خب بچه‌ها در شانس ما بسته. من یه فکر دیگه دارم، از داخل پارکینگ هم میتونیم وارد شیم. بریم ببینیم در پارکینگ بازه یا نه. خب بچه‌ها در پارکینگ قفله و باز نمیشه. من یه فکری دارم. قبلا که این مشکل پیش می اومد بعضی وقتا که در پارکینگ گیر میکرد، یه دونه کلید پشت پارکینگ بود که مایکل میرفت اونو میزد تا در باز بشه. منم میرم ببینم این اتفاق برای منم میفته یا نه. خب بچه‌ها یه دونه کلید داخل جعبه تقسیم پشت پارکینگ بود، رفتم اونو زدم، امیدوارم که در باز شه. ایول بچه‌ها در باز شد. حالا باید خیلی آروم بریم داخل خونه. من خیلی آروم بیام داخل، این در رو باز کنم ببینم که اینجا کسی نیست. بچه‌ها خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم چون مستخدم مایکل هم باید اینجا باشه داخل آشپزخونه که نیست. اوه بچه‌ها زنش اونجاست نشسته روی اون صندلی. باید خیلی آروم از اینجا بریم بالا و حواسمون رو جمع کنیم که کسی ما رو نبینه. از راپلا بریم بالا. خب اینم از این. خب الان باید مطمئن شم که پسر مایکل خونه نباشه. دخترش که بچه‌ها نیست. پسر مایکل جیمی هم باید مطمئن باشم که نباشه. خب بچه‌ها خدا رو شکر جیمی هم داخل اتاقش نیست و خیلی راحت میتونیم بریم داخل اتاق مایکل ببینیم که آجی پشمام خود مایکل داخل اتاق خوابیده.
اینکه خیلی حالت تدافعی خیلی آروم باید برم. بچه‌ها من خیلی صدام میارم پایین‌تر. کلی پول اینجا از پشما که بیدار نشه مایکل. چقدر پول داره مایکل، دمش گرم. ایول بچه‌ها اینجا هم کلی طلا هست. باید همه اینا رو بچه‌ها بردارم و بریزم تو ساکم ببرم پایین. ولی خب خیلی باید آروم این کار رو انجام بدم که مایکل متوجه نشه و اگه بیدار شه همه چیز لو میره و رفاقتم با مایکل فکر کنم به مشکل بخوره. باید خیلی حواسمو جمع کنم. بچه‌ها همه پول و طلا رو برداشتم و اینکه مایکل واقعا شرمندم. اصلا نمیتونم تو روی مایکل بچه‌ها نگاه کنم چون واقعا برام سخت بود که از مایکل دزدی کنم. ولی خب یه جوری بعدن که پول دستم اومد پولاشو برمیگردونم. البته نمیام بگم که دزدی کردم از خونت، ولی خب به یه نحوی بهش برمیگردونم. خب بچه‌ها بریم. باید خیلی مواظب باشم این لحظات آخری که دارم فرار میکنم. باید خیلی مواظب باشم که گیر نیفتم. زن مایکل بچه‌ها هنوز همونجا نشسته و اینکه باید حواسمو جمع کنم این در رو باز کنم و تا میتونم بچه‌ها بدو فرانکین که اگه وایسی آجی کار خراب میشه. بدو فقط بدو از در برو بالا و کار جمعه بچه‌ها. دیگه خیالمون راحت شد. چی بود بچه‌ها؟ سایه هواپیما بود. دیگه خیالمون راحت شد. همه پولا رو برداشتم با طلاها. ماشینم که اوکیه. الان برمیگردیم به خونه علی ایکس شات. بزنید بریم. خب بچه‌ها رسیدیم خونه علی ایکس شات و اینکه بچه‌هایی که تا اینجای ویدیو رو دیدن و خوششون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید. اگه از طریق آپارات دارید ما رو می‌بینید حتما کانال ما رو دنبال کنید. و اگه از طریق یوتیوب ما رو می‌بینید کانال ما سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای خفن بعدی رو از دست ندید. خب بچه‌ها رسیدیم دیگه خونه علی. بریم پولا و طلاها و ماشینش رو تحویلش بدیم. بالاستارم که بچه‌ها زدیم شتک کردیم همه رو و کار جمع بدیم. اون سه تا ماموریتی که بهمون داد و به نحو احسن انجام دادیم. بچه‌ها بریم داخل. بچه‌ها این لامبورگینی زیبارم که داخل پارکینگ علی می‌بینید من قبلا از دست مافیا براش نجات دادم. یعنی اینو دزدیده بودم من براش برگردوندم و اگه ویدیوشو ندیدید حتما ببینید که خیلی خفن شده. آفرین، کارتو خوب انجام دادی. رئیس گفت به عنوان پاداش کم از این پولا رو بهت بدیم. باشه دست شما هم درد نکنه. دم شما هم گرم. راستین اون ماشین شاسی بلندش کردم گذاشتم جلو مغازه سیمون. اگه خواستید سوئیچش هم گذاشتم اینجا برات. رئیس گفت ماشین رو نمیخواد، مال خودت، و بفروش هستن. فقط اینکه رئیس خیلی خوشش اومده از کارت و اینکه میخواد یه جورایی باهات همکاری کنه. مرسی، نظر لطفشونه. نمیدونم بچه اگه شما نظرتونه که با علی ایکس شات همکاری کنم حتما داخل کامنت ها بنویسید. دیگه خودت بدونی دیگه. فکراتو بکن، خبرشو به من بده. ببین از این فرصتو کم پیش بیاد دیگه. به قول قدیمی‌ها شانس یه بار در خونه آدمو میزنه. باشه حالا فکرام میکنم. کامنت‌های بچه‌ها رو هم میخونم. اگه اوکی بود که اینجا رو بلدم دیگه میام اینجا خبرشو بهتون میدم. خب بچه‌ها اینم بود از ویدیوی خفن و باحال امروز. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. کانال منو تو آپارات دنبال کنید و اگه از طریق یوتیوب منو میبینید کانال منو سابسکرایب داشته باشید. اگه هم دوست دارید که با علی ایکس شات همکاری داشته باشم داخل کامنت ها بنویسید همکاری علی ایکس شات. و اینکه بچه‌ها عشق منید. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا